آقا امروز حوث مپ جدید بتلم کرده بود که رفتم. آقا گفتن آقا کلاس فقط خونه این دست برمیدارن. آقا برداشتم و آقا رفتیم این بازی. آقا اگه تو هنوز کانال من حساب نکردی ممنون میشن حساب کنی و زنگوله رو بزنید و اگه تو هنوز ویدیو لایک نکردی ممنون میشم ویدیو لایک کنید. آقا بعدش با یاران پریدیم. آقا گفتم خب یارم برای بلک مارکت رفت کنار بلک مارکت. آقا بعد دیدم چند نفر پشت یارامن. آقا گفتم بذار یارم جدا بشم. رفتم باش پشت انیمی. شماره 4 هم منو تنها نذاش و به سختی 2 نفری با کلت داداشمونو دمج کردیم و به سختی تونستیم بکشیمش. آقا بعدش آقا این گانو برداشتم دیدم آقا یارش آمد بیچاره. آقا اون نزدیم. آقا بعدش آرمور داشتم. آقا انو سطیر داداشمونو برداشتم و داشتم انو آرمور میزدن. آقا یه چاپر آمد بعد آمد پیش من. آقا به سختی دمجش کردم. یکم بعد آقا رفت داخل اون خانه خونشو زد و شماره 4 رفت بزنش نشد فرار کرد رفت کنار. بعد من با امید شماره 4 رفتم جلو که خوردم. شماره 1 هم داداشمون خورد فقط شماره 4 رو 3 مانده. خیلی جا حساسی شده بود که یه وقت این لابی. بعدش آقا من مردم و شماره 4 داداش تگ منو گرفته بود و داشت میزد که یه انیمی پیشش آمد داشت بود و گفت داداش با این یاران ور نرو که میکشدت. آقا بعدش پریدم پایین رفتم. آقا گفتم به عشق یاران برم پیش یاران. بعدش که داشتم میرفتم پریدم. آقا اگه یکم صدام بده معذرت میخوام چون مریض شدم. آقا بعدش دیدم آقا شماره 1 همونو زدن. گفتن آقا برن تگ شماره 1 رو بگیرن. رفتم آقا تگش رو گرفتم. آقا داشتم تگش رو میزدن. گفتم بذار برم لوتا کنی. یه لوت انمی دیل داشت. آقا دیلش رو گرفتم. گفتم آقا میچسب 117 اینجا کشیدم و آقا بعدش رفتم جلوتر دیدم آقا یه انیمی وسط جاده. آقا بعد گرفتن 117 روش داداشمو کلا از بین رفت. داشتن بعدش این پشت تیر میکردن. آقا یه ویچوارده آمد یه انیمی آمد. آقا گفتم چی میخوای؟ گفت میخوای کیلت کنم. گفتم آقا من که کیل نمیشم ولی اگه میخوای کیلت میکنم. آقا بعد این همه سختی که زدمش داشتن 200 میزدن که بعدش رفتن سر لوتش دیدم آخ چه اچس داشت. اچسشو کشیدم و آقا بعدش به سختی رفتم پیش یارم شماره 4 داشتن تیر میکنم. بعد دیدم آخر بازی داخل خانه شد. آقا گفتن احتمال پشت شماره 4 یارم یه نفر است داشت میامد زدمش با اچس. گفتن داداش هیچ وقت شما پشت شماره 4 را نرو. آقا بعدش شماره 4 داشت یه نفر اذیت میکرد. آقا با 117 روش کشیدن. گفتن داداش من به یارم حساسم. آقا بعدش به سختی یه نفرشون زده بودن. آقا بعدش یه نفرشون روی 117 کشیده به سگ دمج بودن. آقا بعد یارم من زد. آقا تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.